پیمان وایسا با تو هم چرا اینجوری میکنی؟ کجا آوردی منو غزل؟ این کثافتکاریا چیه دیگه؟ کثافتکاری یعنی چی؟ تا حالا مهمونی نرفتی؟ این مهمونی هر کی جاش انداخته بیرون. این چه طرز فکریه تو داری؟ مگه عقب مونده ای؟ غزل من حالم این مهمونی ها به هم میخوره. برو وسایلتو جمع کن بریم. فقط بلدی آبروی منو ببری. واقعا که بی لولی. بی لول؟ الان اینا که این تو همشون با لولن. این که چند نفر یه گوشه بشینن مشروب بخورن، چند نفرم رو قرص باشن و دختر پسر اون وسط به بهونه رقصیدن خودشونو بمالن به هم دیگه با لولیه؟ مگه نگفتی اون دوستت لباس آبی کنارش نامزده شه؟ پس چرا با یه پسر دیگه اون وسط بود؟ مگه چه اشکالی داره؟ تو رو خدا یکم روشن فکر باش. جدیدن به بی غیرتا میگن روشن فکر؟ غزل میری وسایلتو جمع کنی بیای بریم یا میخوای بمونی تو جمع روشن فکرا؟ گوش بده پیمان. خداحافظ. محکوم عاشقی بی من دارد چیش بر پانیه